کجا قراره گرم بشه؟ سلام. حالا شما چطوره؟ مونترال قراره گرم بشه آقا حضرت. برو خدا نگو. آره آماده باشی. ما میام خونه شما رو ما بده. سه تا مونترالی هستیم الان اینجا و دقیقاً. من و آقا اسد و نهاد جون و خب فاطیما جان هم خیلی به ما نزدیکه، بوستونن، تقریبا 4 ساعت راهه، خیلی نزدیکه. آره منم فاطیما که نمیخوای بیای یه سر به ما بزنی تابستونی؟ حتما انشالله. تابستون که نه، امکان داره پاییز بشه. حالا خبر خوب این که آزاده داره میاد مونترال. بله هفته دیگه میبینیمش به امید خدا. آره آزاده جون میاد، ولی نمیدونم حالا نهاد جون آقا اسد که تشریف دارن. من خدمتتون هستم. آره انشالله که در خدمت آقا اسد آزاده جون هم میبینیم. حالا نهاد جون نمیدونم هست یا نه، ولی به هر حال فاطیما جان یه برنامه بریز و بیا، مونترال خیلی نزدیکه بهت. خوب میشه، خیلی خوشحال میشم شما رو ببینم. آره با حاضرین بیا فاطمه جان بیاریمت، بیاین با ماشین برداریم بیاریمت. خیلی ممنون لطف دارید آقا اسد. حتما یه روز میام یا یه روز فاطیما جاش که تامینه، خودش میدونه بیاد مونترال و بیاد پیش من. حالا بقیه خدمات رو میتونی از مرسی، ممنون که اینجا هستین عزیزان. امروز قراره که در مورد یه موضوع جذاب صحبت کنیم. قراره در مورد این صحبت کنیم. خب این بیزنس آنلاین که ما شروع کردیم در واقع از نظر و از دید ما خیلی متفاوت بوده. از نظر من این بیزنس هم مزایای خیلی خوبی داشته برای خود من، همین که خودم رو بیشتر شناختم، توانایی خودم بیشتر شناختم، متوجه شدم که من این توانایی زیادی تو خودم داشتم ولی انگار گم بودن، ولی با این بیزنس آنلاین کمی شفافتر و واضح‌تر شدن. الان به راحتی خب خیلی کارا رو میتونم به خودم انجام بدم و اینکه اون پرسونال چنجینگ رو خیلی تو خودم میبینم. میخواستم از همه دوستان اینجوری اول لایو شروع کنیم که چه مزایایی برای هر کدوممون داشته، چه چیزایی رو نقاط مثبتی داشته توی این بیزنس آنلاین و کم کم بریم بحث. همیشه میگم بحث میاره. آره بفرما نهال جان. خب اگه موافق باشین من با بخش خلاقیت میخوام شروع بکنم. میدونم که وقتی که ما کارمندیم سر کار یه سری وظایفی برای ما تامین میشه و میگن که این کار رو انجام بدید، حوزه اختیارتون اینه، از روز اول مشخصه تا روز آخرم بسته به اینکه حالا پوزیشن تو چی باشه این حوزه اختیارات به قول معروف برای شما معین میشه و تقریبا میشه گفتش که شما اونقدر دست و پاتون باز نیستش که بخواید خلاقیت به خرج بدید. و خب این یه چیزی بودش که من توی کار کارمندی که دارم انجام میدم و هنوزم فول تایم مشغول به کارم خیلی من اذیت میکرد. خیلی ایده‌ها من داشتم که توسط خیلی‌ها تایید مثلا نمیشد یا اینکه اصلا نمیشد انجامش بدی به خاطر بودجه کمپانی و خیلی چیزای دیگه. وقتی که این بیزنس رو شروع کردم چیزی که من واقعا عاشقشم اینه که هر کدوم از ما برند خودمون رو داریم، هر کدوم از ما یک لایف استایل داریم، یه سبکی تبلیغ میکنیم، روحیاتمون متفاوته با هم دیگه، ولی همه در کنار هم توی یه کامیونیتی مشغول به کاریم، میتونیم کاری که دوست داریم رو داریم انجام میدیم و خیلی خیلی دستمون بازه اینکه چطور تولید محتوا بکنیم. به قول معروف خلاقیت خیلی توی این بیزنس نقش مهمی داره، اینکه توانایی برندسازی به همون آموزش داده میشه و ما میتونیم با توجه به مایندستی که خودمون داریم این به قول معروف توانایی رو مسیرش رو مشخص بکنیم. فکر میکنم که حالا نمیدونم دوستان نظرشون هم بگم، برای همه فکر میکنم همینجوری باشه. درسته میترا جون؟ ببینید آره عزیزم، مثلا من که خب همین که تو میگی خب کاری که مثلا یه کار مشخصه مثل کار کارمندی، مثلا من خودم هم خب حسابداری انجام میدم، خب همه چی روتین مشخصه، روی فرمول، روی سیستم مشخص بعد کار کنی و اینکه مثلا بخوای خلاقیت داشته باشی آره کاملا قبولم، چون اولا که اصلا خودت اختیار چیزی رو نداری به اون شکل، یعنی همه چی تحت اون کنترل اون شرکت و اون منیجری هستش که داری باهاش کار میکنی و اگر که اونا مثلا نخوان همین که میگی باید هر چیز دیگه تو اصلا کلا عملا دستت باز که بخوای کار کنی، یا حتی اصلا خیلی جا بعد اینجا جوری هستی خیلی جا بعد مطابق نظر اونا شاید نظری رو بگی. حالا اگه یه شرکتی هم باشه خیلی این امکانو بهت بده
ولی بازم اونقدر دستت باز نیست. ولی خوبی این کار اینه که شما همه چیه کار دست خودتونه، یعنی خودت تعیین میکنی که جوابگو نیستی به کسی. ببینید چون اگه شما هر کار مثلا اگه نه یه کار انجام مثلا تلاش نکنی اون ضرر رو خودت ببینی، تلاش بکنی خودت میرسه. و اینجوری نیستش که مثلا منتور من یا کوچ من بیاد مثلا آخر هفته به من زنگ بزنه بگه که خب تو این هفته خوب کار نکردی، ما دیگه نمیتونیم با تو کار کنیم، لطفا برو دیگه، ما متاسفانه با شما نمیتونیم ادامه همکاری. ببینید خب این خیلی خوبه. و اینکه به هر حال مثلا خیلی با آدمایی که راحت تری خب کار میکنی، مثلا اینجوری مجبور نیستی مثلا خب تو محیط کار یه عده واقعا به تحویل میشن و مثلا شما مثلا با یکی راحت نباشه، حتی اون مدیرت هم ممکنه خیلی باش چیز نباشی، ولی مجبوری که یه جاهایی یه استرسی هم بهت وارد میشه. خوشبختانه این کار این مشکل رو نداره و همه چی دست خودته. همون که گفتی مثلا اون نوع تبلیغ که میخوای بکنید، یعنی کسی نمیاد بهت بگه که چرا اینجوری گفتی، چرا این کاری کردی. ممکنه بهت پیشنهاد بدن کسایی که تجربه بهتری دارن، مثلا میری ازشون میپرسی از منتور میگه خب آره به نظر من اینجوری، ولی هیچ چیزی به تو تعمین نیست. یعنی همه چی از برای کار دست خودته، یعنی خودت تعیین کننده هستی که چی کار می‌خوای. به خاطر همین خب خلاقیت آدم هم میره بالا داره. آره البته خب آموزش هم خیلی نقش مهمی داره. ما همه از یه پکیج ترینینگ استفاده میکنیم. وقتی که بیزنس آیدیمون رو میگیریم به اون وبسایت ترینینگ دسترسی داریم و میتونیم همه آموزش ها رو برای همه تقریبا یکسانه دیگه، تقریبا که برای همه یکسانه، همه از یک منبع استفاده میکنن. ولی خب هر کسی با توجه به روحیات خودش میتونه برندسازی کنه. آقا از تجربه شما از این ترینینگ ها و این برندسازی چیه؟ حتما اولا باید بگم که من همیشه وقتی که برنامه لایف میام اکثرا خب با خانما هستم، با آقایون هم هستیم. وقتی با خانما هستیم خب چون خانما مقدم ترن همه میگن دیگه برای ما چیزی نمیمونه، به قول سیروس همیشه میگه دیگه ما میمونیم چی بگی. چون واقعا این صحبتی که شما کردید دقیقاً همینه. منم تو این نظریات شما واقعا مشترک هستم، همین فکر دارم. اما از جنبه دیگه برای من شخصا الان نگاه میکنم به همین برنامه لایف میبینم که 4 نفر هستیم و هر کدومون یک شغلای مختلف داریم، تحصیلاتمون مختلفه، سنامون مختلفه و این برای من بسیار بسیار جالبیه که میتونم همه که شما گفتید با فکرهای مختلف کار بکنم. چون فکرهای مختلف ما کمک میکنه که ایده جدیدتر بگیریم، کمک میکنه بتونیم این نگاه بهتری داشته باشیم، روی فقط دید خودمون کار نکنیم. مضاف بر این که من به خاطر سنی که الان دارم و بازنشسته هستم دیگه، مثل متاسفانه همیشه گفتم تو ایران تا یکی بازنشسته میشه میگن طرف بازنشسته شد دیگه باید بشینه خونه، دست به هیچ کاری نزنه و بشینه تا آخر عمرش فقط بخوره بخوابه. ولی واقعا خب این تست اولا نیستش، خودمون میدونیم. ولی این کار کمک کرد که اگرم قرار باشه همچین حسی برای من باشه به هیچ وجه دیگه من این فکر نمی‌کنم. فعالتر شدم. حتی مسئله ما میدونید که سن که میره بالاتر واقعا خود ذهن مقدار کم فعال میشه. حالا جسم کار ندارم ولی این کار باعث شده که فکر من خیلی بیشتر از قبل فعال بشه و خیلی خوبه. برای میگم سن من خیلی واقعا این مسئله خیلی من کمک کرده و یک ذوق و شوق دیگه در من واقعا به وجود آورده. از هر نظر که ما جنبه همیشه گفتم مالیش میذاریم کنار که در بیاره این اونا رو کار ندارم، ولی این مسئله که شما واقعا صحبت کردید خیلی به من کمک کرده که یک شوق و شعفی دارم. اولا که مثلا من وقتی دیروز مثلا میبینم که نهاد جان با بهار نشستن با هم صحبت میکنن، یک لذت انگار من اونجا، میدونید انگار که نزدیکای من. همچین حسی قبلا شاید ما نداشتیم نسبت به دوستای دیگه‌مون، دوستشون داریم ولی یه حس جدیدیه برای ما واقعا. الان مثلا آزاده میخواد بیاد مونتریال، ما بی صبرانه منتظریم واقعا. شاید با هم دیگه 2 ساعت 3 ساعت باشیم ولی خیلی مشتاق دیداریم. میدونید این برای ما یه شوق و شعف ایجاد کرده که باور کنید بخوام بگم تا کسی وارد نشه و این هماهنگی رو همکاری رو نبینه نمیتونه حس ما رو داشته باشه. و من خیلی خوشحالم از این نظر که گفتم به غیر از جنبه مالیش این مسائل به من خیلی تو زندگی خیلی من کمک کرده که بتونم خیلی شادتر باشم، خیلی ذوق داشته باشم و
و هم که گفتی از ذهنم استفاده بکنم، خلاقیت هم که گفتی شما برای من خیلی مهمه که واقعا چیزایی رو خلق بکنم. بعضی موقع من الان داشتم مثلا رفته بودم، خانم داشت موهای منو کوتاه میکرد، خانم آرایشگره، بعضی موقع موهای ما رو میگیره یه کار میشه کوتاه میکنه. باور کنید همون لحظه من داشتم توی تلفن دستم بود، انقدر ذوق داشتم که مطلبی رو بخونم، سرچ کنم در هم مورد بیزنس خودم، در مورد مسائل دیگه، اصلا حواسم نبود چه خبره، داشتم فقط اونا رو نگاه میکردم، میخوندم تا ایشون کارشو تموم کنه. تو این ذوقه، این شوقه، میدونی وقت دارم بعد این کارو بکنم، ولی انقدر دوست داشتم مطلب رو بگیرم همون لحظه، نمیخواستم وقت رو دست بدم. در مجموع من خوشحالم که برای همه خودمون، همه ما، همه امکاناتم که با جنبه دیگرش هم همکاری نزدیک، دوستی‌های بسیار سالم و درست، فکرهای درست، فکرهای مثبت که باعث شده همه ما مثبت فکر بکنیم. اگر شاید در بعضی از ما یک مقدار فکر منفی از قبل بوده، خدا رو شکر یواش یواش تبدیل به فکرهای مثبت شده و این کمک میکنه که هم در زندگیمون بتونیم راحت‌تر زندگی کنیم، هم در بیزنس بتونیم پیشرفت بکنیم. زیاد حرف نزنم، فاطمه جان منتظری، دفعه بعد دیگه منو دعوت نکنید. من از تجربیات شما استفاده میکنیم. ما خیلی من می‌خواستم یه چیز در مورد آموزش اینجا بیشتر اد کنم. این بود که من خودم زمانی که این بیزنس آنلاین شروع کردم، از تجربه خودم بگم، این بود که من به منتورم گفتم که من این سابقه بیزنسی ندارم و اولین باریه که توی حوزه بیزنس میخوام فعالیت کنم، مخصوصا حالا آنلاین آفلاین، چیزی که ما در واقع یک ایده ای داریم. مثلا من خودم مثال بزنم، من از بچگی این آرزو رو داشتم برای خودم یک کافی شاپ درست کنم، یک کافی شاپ بزنم و اون ایدهش رو داشتم، اون متریال، اون همه چیزش رو تو ذهن خودم چیده بودم. ولی وقتی که خب کشورهای دیگه مهاجرت میکنه، آدم میاد متوجه میشه خب کاملا محیط فرق میکنه، کاملا شرایط فرق میکنه، اصلا اون چیزی هست که اون چیزی نیست که شما میخواید. در واقع من فکر میکردم خب من یه بیزنسی میخوام، ولی میخوام که در آینده اگه بتونم این بیزنس خودم هم اون آرزومم برآورده کنم برای خودم. بعد همینجوری شد که با این بیزنس آشنا شدم و اینکه یادگیری ها توی این بیزنس آنلاین خیلی بخش مهمیه به نظر من. نهال جون به خاطر اینکه من از روز اول که این بیزنس هم شروع کردم و این ترنینگ ها رو گذروندم، هم قدم به قدم با ویدیو بیس، تا الان که الانه من دارم در حال یادگیری هستم. هر روز دارم یه جای جدید رو دیسکاور میکنم، جدید رو چیز میکنم، پیدا میکنم. همین امروز صبح من یه کمی دیرتر از خواب بیدار شده بودم، بعد داشتم دنبال یه چیزی میگشتم و پیداش نتونستم، ولی گفتم اوکی من لپتاپم میبندم، باشه یه روز دیگه. بعد به خودم برگشتم گفتم نه کن، تو تا اینجاش اومدی، خب بیا دنبالش بیشتر و دقیق‌تر بگرد. آره. رو بیشتر گشتم، اطلاعاتمو پیدا کردم. یعنی این یک اچیومنت بود برای من، برای امروز من. من خیلی خوشحال شدم. آره تونستم که پیداش کنم اون اطلاعاتی رو که میخوام و روش کار کنم. میدونی وقتی که ما یک اطلاعاتی رو در مورد حالا یک کمپین تبلیغاتی، یک کاری که میخوایم انجام بدیم پیدا میکنیم، روش مانور میریم، روش بیشتر کار میکنیم تا اونو یک کمی پخته تر، یک کمی همونجوری که نهال جون گفت برند خودمون بسازیمش و اونو ارائه کنیم. من همین رو داشتم با خودم فکر میکردم و دیدم که آره چه ایده هایی تو ذهن من هست ولی تو کاغذ نیست، ولی همین کارو کردم. روی کاغذ نوشتم، یادم نره. و این می‌خواستم کلا در مورد این بگم که ترنینگ ها انقدر وسیع و بزرگ هست، وابسته فقط به همون ترنینگ ها نیست، بیشتر و بیشتر و بیشتر ما خودمون میتونیم چی بهش میگن کنجکاویمون رو بیشتر کنیم و تو پلتفرم‌های دیگه بیشتر اطلاعات کسب کنیم و اون رو اپلای کنیم توی همین بیزنس آنلاین خودمون. و چقدر آدم هر روز چیز جدید یاد میگیره. نه حال جون. آره فاطمه، یه چیزی رو می‌خواستم اشاره کنم که آقا اسدم به نسبت روحیه خوب و این جو مثبتی که توی این کامیونیتی هست اشاره کردن. ببین ما با یه شرکت، یه کمپانی ژاپنی کار میکنیم و این کمپانی اصلا دلیل اصلیش برای اینکه این کار مارکتینگ آنلاین رو راه انداخته همیشه میگه 3 تا دلیل داره. یکی منتال هلت، یکی فیزیکال هلت و یکی هلت از لحاظ اقتصادیه. یعنی اعتقاد داره که وقتی شما این 3 تا هلت رو توی زندگیتون، این 3 تا حوزه سلامتی رو داشته باشید، حالتون خوبه، میتونید زندگی رو زندگی کنید. به خاطر همین این بیزنس مدل رو جوری طراحی کرده که برای همه افراد،
حالا اصلا صرف نظر از این که طرف خانواده داره، تنها زندگی میکنه، پدر مادر، دانشجو، مستقل هست، میخواد تازه مستقل بشه، یعنی فرقی نداره که چه شرایطی دارید. این بیزنس مدل طوری طراحی شده به صورت منحصر به فرد و ثبت شده که بتونه همه به قول معروف آدما رو با شرایط مختلف پوشش بده. این به نظر من یه امتیاز خیلی خوب برای این بیزنسه. آره کاملا موافقم با نهال جون. دقیقاً. من اتفاقا در رابطه با صحبتی که الان فاطمه جان میکرد، اتفاقا منم دیشب یک موردی رو دنبالش میگشتم، رفتم توی آموزش‌ها و پیدا کردم، دوباره نشستم از نو و گفتم تا اینو من خیلی ذوق داشتم، تا اینو پیدا نکنم انجام ندم نمیخوابم. باور کنید تا ساعت 1 من نشستم، اصلا متوجه نشدم، اینقدر که شیرین بود برام که باید اینو پیدا کنم. پیدا کردم، انجامش دادم و بعد رفتم خوابیدم. واقعا دقیقاً فاطمه جان درست میگه، من نظرش با 100% موافقم. مرسی. خیلی هم عالی. اگه موافق باشی دیگه لایو رو ببندیم، چون میدونم که یکم زمان زیاد شده و ان شاءالله هفته بعد نه جان، ما تازه دهنمون گرم شده بود. من مرسی از محبتتون، دعوت کردید ما رو. ممنونم. موضوع خودتون باشید. دیدار ما با مونترالیا هفته دیگه همراه آزاده 28 خدا نگهدار. فاطمه جان خیلی ممنون. خیلی ممنون هستم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ممنون. خدا. خدا.